زنده‌باد پرچم دارای هزارستان. بریم به سمت سرنوشت هزارستان. برلین جانم است قوما. سلام علیکم. جور بخیر اندوال بخیر خیر. دوری بخیر کپتن جان. بفرمایید پرچم خدمت شما. شورای هزارستان. اینی اون بالا که سرخ یک دو سه شد و که شد. Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Stop den Folkmord den Hazara! Stop den Folkmord den Hazara! Stop Hazara genocide! 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 In der Folge der Gräueltaten wurden Tausende von Hazaren, Männer, Frauen und Kinder versklavt, pashtunische Stämme und Kutschi in Hazaristan angesiedelt und die religiösen und politischen Eliten der Hazara systematisch ermordet.
der 25. September oder der Schwarze Tag der Hazara ist ein Gedenktag zur Erinnerung an den Fall Hazaristans, an den Genozid an den Hazara, sowie an die brutale Versklavung tausender Hazara Männer, Frauen und Kinder. Nach Angaben von Human Rights Watch ermorden die Taliban 1900. Des Lebens aufgeben werde. Ich werde mich mehr als jeder andere für eine engagierte, mächtige, freie und bewusste Gesellschaft einsetzen. مرا ببخش اگر کوچه سخت ناامن است، مرا ببخش اگر پایتخت ناامن است، مرا ببخش اگر پشت میز میمیری به دست چند ملای مریض میمیری، مرا ببخش اگر بین راه گل دادی و دست خیش و دیو سیاه گل دادی. چگونه دود، چگونه شرار معلول است، چقدر Ihre Macht steht und retten Sie bitte die Leben von Ihren ehemaligen Schutzbefohlenen. Sie alle können nicht für die Überschützung, der Abzug der Amerikaner 2021 und die Fehler, die damals gemacht wurden. Aber Sie können jetzt die Notlinden, diejenigen, die als Asylsuchende zu uns kommen, mit offenen Armen aufnehmen und den langwierigen Kampf für die Anerkennung ersparen. Man ist verantwortlich für was man sich vertraut gemacht hat. Das gilt auch für die Frauen und Mädchen, die jahrelang mit freundlichem, die jahrelang mit freiheitlichem Geist erzogen wurden, als es jemals zuvor üblich war. Und die jetzt nicht zurück können. این حملات به شکل خاص مردم هزاره را در سراسر افغانستان و در تمام جنبه‌های زندگی هدف قرار گرفته است. هزاره ها برای ده‌ها است که به دلیل مذهب و قومیت با خشونت سیستماتیک و مداوم در افغانستان مواجهند. بر اساس یک مطالعه جدید سازمان‌های دیدبان حقوق بشر، هزاره های افغانستان از سال 2002 میلادی تا کنون قربانی نزدیک به 300 حمله تروریستی بودند. از منظر تاریخی پس از نسل کشی ویرانگر امیر عبدالرحمن خان در اواخر قرن 19 میلادی و تحمیلی بردگی، محرومیت و تبعیض ساختاری و تمام عیار بر این مردم در حکومت طالبان در 1990 میلادی حداقل 9 قتل عام بر مردم هزاره صورت گرفته است. بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر، طالبان بیش از 2000 تن انسان هزاره را در شهر مزار شریف قتل عام کردند. منابع دیگر تعداد این قربانیان را بیش از 15000 تن ثبت کرده است. در 100 سال قبل هزاره به صورت متداوم با نسل کشی، بردگی، تلاش برای کاهش جمعیت، پاکسازی قومی رقم بزن وقت که جیری میکنه باید همیشه باید دوربین باید ستینگ کنم تا فیلم میگیری؟
آن با کینو میگیریم معمولی 30 ثانیه 40 ثانیه میگیریم بالمان قشنگ میگیریم خوب صحیح اوکی صحیح دیگه صحیح دیگه میال چقدر خوب شده عکس تو ویدیو نی میخوایی زوم کنی در ویدیو نیست کن یعنی چی؟ Stop Hazara genocide! 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 Stop Hazara genocide in Afghanistan! Stop Hazara
خواسته سوم دادگاه کیفری بین المللی باید پرونده نسل‌کشی هزاره ها در افغانستان را باز نموده و تحقیقات خود را پیرامون نسل‌کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در مورد هزاره های افغانستان شروع نماید. درخواست چهارم از جامعه جهانی کشورهای پناهنده پذیر می‌خواهیم تا وضعیت ویژه و آسیب پذیر Stop Hazara genocide! Solidarity mit den Hazaras! Solidarity mit den Hazaras! Stop Hazara genocide! Gerechtigkeit für Hazaras! Stop Hazara genocide! Gerechtigkeit für Hazaras! Wir stehen an der Seite des Hazara-Volks! Wir stehen an der Seite des Hazara-Volks! Wir stehen an der Seite des Hazara-Volks! Mehr Verantwortung für Hazara-Volk! Mehr Verantwortung für Hazara-Volk! همزمان با اخباری که از کشتار هزاره ها در افغانستان منتشر میشه و شاهد این نیستیم که جامعه بین‌المللی و کشورهای مؤثر واکنشی نسبت به این موضوع نشان بدهند، به هر حال شماری از شهروندان افغانستان در آلمان تجمعی رو در مقابل دفتر صدراعظم این کشور برگزار کردند و از او و جامعه بین‌المللی خواستار این هستند که یک اقدام مؤثری رو در این خصوص انجام بدن. و هر حال جامعه هزاره های افغانستان بیش از یک قرن هستش که دچار سرکوب و همچنین کشتار هستند در افغانستان و جامعه بین‌المللی باید در این خصوص اقدام مناسب را انجام بده. اینجا مهمان دارم دکتر هارون بدخشی از جامعه هزاره های آلمان. خواستم از ایشون سوال بکنم که با توجه به اینکه خب الان جامعه بین‌المللی به هر حال به طالبان چراغ سبز نشون داد و ما شاهد هستیم که طالبان به هر حال با اون سابقه قدیمی که داره در واقع کشتار هزاره ها رو شروع کرده، چه خواسته شما دارین از مقامات آلمانی و جامعه بین‌المللی؟ ما از مقامات آلمانی، از جامعه بین‌المللی، از نهادهای سیاسی و حقوقی بین‌المللی آرزو داریم و خواهش میکنیم که حق تعیین سرنوشت هزاره ها را مردم ما را قبول کنن و احترام کنن. به نظر من یکی از مهمترین اصل‌های از حق تعیین سرنوشت خود مردم برای تعیین سرنوشت فرهنگی و سیاسی چیزی بسیار مشکل و پیچیده معلوم میشه، اما این مثلا مسئله کاملا اساسی و بنیادی است. به نظر میاد که سکوت میکنن. فکر میکنید سکوتی که جامعه بین‌المللی میکنه در قبال کشتار هزاره ها علتش چی است؟ دلایل بسیار زیادی داره، دلایل بسیار پیچیده‌ای داره که با مسائل سیاست منطقه، مسائل سیاست بین‌المللی سر کار داره و پیچیده و مشکل است. اما این سکوت توجیه کننده نیست، این سکوت قابل درک نیست، این سکوت قابل استدلال نیست. با این خاطر به سکوت خود ختم بدن. مردم هزاره حداقل 10 سال، 100 سال، 130 سال در معذر خطر یک ایدئولوژی خونبار بودن، انسان کشی شده. به این خاطر مردم هزاره حق دارن که نظر خود بیان کنن برای جامعه بین‌المللی، برای نهادهای حقوقی، برای نهادهای سیاسی، برای دولت آلمان. سپاسگزارم از آقای دکتر هارون بدخشی. اینو هم اشاره بکنم که بر اساس آخرین آمارها همچنان سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی اجتناب میکنن از اینکه نسل‌کشی هزاره ها رو بپذیرن و خب این لازمش این هستش که فشارها بر نهادهای بین‌المللی و همچنین دولت‌های اروپایی و دولت‌های بین‌المللی افزایش پیدا بکنه.